همیشه فکر میکردم جن و روح فقط تو قصه هاست، ساخته ی فیلم ها و افسانه ها. هیچ وقت باورشون نکردم. حتی به خدا هم کم کم بی اعتماد شدم. هرچقدر بیشتر دعا میکردم، بیشتر زمین میخوردم. هر بار که دست به دعا بلند میکردم، به جای آرامش مشکلات تازه‌ای می اومدن سراغم. با خودم میگفتم شاید همه چی دروغ باشه. شاید هیچ کس اون بالا صدای ما رو نمیشنوه. تا اینکه اون شب لعنتی از راه رسید. شبی که همه چیزم رو عوض کرد. شبی که فهمیدم خدا بزرگه و وجود داره. جن و روح هم وجود دارن و هیچ کدومشون با ما انسان‌ها شوخی ندارن. سلام دوستان، من حبیبم. 42 سالمه. بچه زنجانم، ولی چند سالیه که به تهران مهاجرت کردم. نه برای عشق و حال، نه برای زندگی بهتر، فقط برای اینکه بتونم پول بیشتری در بیارم و مهریه سنگینی که بعد از جدایی از زنم روی دوشم افتاده رو پرداخت کنم. 6 ساله که تنها زندگی میکنم. توی اتاق کوچیک اجاره‌ای تو ستخندان. اتاقی که سقفش کوتاهه، دیواراش ترک خوردن و یه پنجره کوچیک داره که رو به کوچه باز میشه. هر وقت بارون میاد، بوی نم همه جا رو میگیره. همونجا شبها روی تخت فلزی قدیمی میخوابم. اینا رو گفتم تا بدونید زندگی خوبی ندارم. صبحها با تاکسی میزنم بیرون و میرم سر خط. من تو مسیر آزادی به تجریش کار میکنم. مسافر میزنم، دربستی، خطی، هر چی که پیش بیاد. چون این ماشین همه زندگیمه، همه امیدمه، همه راهیه که میتونم باهاش پول در بیارم و شاید یه روزی از زیر بار این بدهی لعنتی بتونم خلاص بشم. من آرزومه که مثل یه آدم معمولی زندگی کنم. من تو خطی کار میکنم که 1000 جور آدم مسافرشه. از کارمند گرفته تا قاچاقچی و زندانی و آدمای خوب. زندگی من همیشه همین بوده. صبح با صدای بوق و اعصاب خوردی راه میافتم و شب هم خسته و بی‌حوصله برمیگردم به اتاق کوچیکی که آخر یک کوچه باریک اجاره کردمش. برگردیم به روز حادثه. اون روز غروب هوا گرفته بود. آسمون خاکستری رنگ شده بود. انگار میخواست بارون بیاد. ایستگاه آزادی خلوت‌تر از معمول بود. باد سرد میزد به صورتم. لیوان چایی که دستم بود کم کم داشت سرد میشد و من چشام داشت توی ماشین سنگین میشد. داشتم تو گوشی برای خودم چرخ میزدم که یه دفعه یه صدای آقا آقا از پشت سرم بلند شد. سرمو که آوردم بالا، یه خانم تنها رو دیدم که با عجله و نفس زنان داشت سمت ماشین من می اومد. یه زن حدوداً 30 ساله بود، لاغر و قد بلند، با یه مانتوی سرمه‌ای. صورتش رنگ به رو نداشت. انگار از یه چیزی فرار کرده بود یا داشت از یه جایی میزد بیرون. رسید کنار ماشین و بدون مکث گفت آقا خواهش میکنم منو دربستی ببرید اوین. لطفاً مسافر دیگه‌ای هم سوار نکنید. خیلی عجله دارم. پولشم هرچی باشه تقدیمتون میکنم. در عقب رو باز کرد و نشست تو ماشین. نفس میزد. اولش گفتم شاید دعوا یا داستان خانوادگیه. شاید شوهرش یا کسی دنبالش افتاده. با اکراه سفرش رو قبول کردم. ماشین که راه افتاد چند دقیقه اولش سکوت محض بود. زنه حتی پلک هم نمیزد. فقط داشت بیرون رو نگاه میکرد. رفتارش شبیه آدمهای معمولی نبود. نگاهش مثل کسی بود که دنبال چیزی میگرده. انگار میخواست مطمئن بشه یه نفر دنبالش نیست. چند باری تو آینه رو نگاه کرد. میخواستم ازش بپرسم حالش خوبه یا نه، ولی حس کردم شاید حال روحیش به هم ریخته است. بهتره که دخالت نکنم. 10 دقیقه‌ای که از مسیر گذشت دیدم لباش تکون میخوره، اما صدایی نداشتن. داشت با خودش زمزمه میکرد.
دقیقاً نمیشنیدم چی میگه. انگار اصلا صدایی ازش خارج نمیشد. ولی لبهاش با سرعت عجیبی داشت حرکت میکرد. ترس برم داشت. حس بدی نسبت بهش پیدا کردم. با نگرانی گفتم خانم چیزی شده؟ میخواید ماشین رو نگه دارم؟ حالتون خوبه؟ آروم سرش رو آورد جلو. با یه نگاه سرد و ترسناک زل زد تو آینه و گفت شما از چیزی میترسید آقا حبیب؟ قلبم از ترس افتاد تو دهنم. آخه من اصلا اسممو بهش نگفته بودم. 3 ثانیه، 5 ثانیه، شایدم 10 ثانیه اون فقط بهم نگاه کرد. انگار داشت تو مغزم رو میچرخید. بعدش یه لبخند خیلی کوچیک زد. از اون لبخندایی که بیشتر ترسناک بود. هنوز نصف مسیر رو نرفته بودیم که یه دفعه گفت آقا مسیرم عوض شده. لطفاً منو ببرید سمت جاج رود. پولش هر چی باشه مهم نیست. خیالتون راحت. یه لحظه پام رو از رو گاز برداشتم و پارک کردم. پیش خودم گفتم جاج رود؟ این موقع؟ اونم یه خانوم تنها؟ تو ذهنم 1000 تا سوال چرخید. ولی نمیدونم چرا یه چیزی تو دلم گفت ببرش اشکال نداره. نمیدونم، شاید از سر دلسوزی بود، شایدم حس کنجکاوی، شاید هم یه چیزی فراتر از اینها. بهش گفتم باشه خانم، ولی جاج رود راهش دوره و شبم داره میشه. کرایش مقدار بیشتر میشه. یه نگاه عجیبی بهم انداخت. گفت نگران نباش. من هر چقدر پولش بشه بهت پرداخت میکنم. فقط سریعتر بریم. منم دوباره پام رو گذاشتم رو گاز و ماشین افتاد توی جاده خلوت. چراغ‌ها همه جا رو روشن کرده بود. ولی سکوت سنگین همه جا رو گرفته بود. از لحظه‌ای که افتادم تو مسیر جاج رود احساس کردم که یه چیزی درست نیست. رفتار خانومه هی عجیب و عجیب تر می شد. گاهی خیره می شد به جاده، گاهی زیر لب چیزی رو زمزمه می کرد، گاهی هم یهو برای خودش می خندید. خنده های عجیب و ترسناک. من پشت فرمون با هر لحظه‌ای که میگذشت بیشتر حس می کردم دارم وارد یه ماجرای عجیب میشم. ماجرایی که هیچ وقت فکرش رو نمی کردم یه روزی یقه من رو بگیره. هرچی جلوتر می رفتیم انگار تاریکی غلیظ‌تر می شد. مثل مهی که میخواست همه چی رو تو خودش ببلعه. جاده جاج رود اون موقع خلوت بود. دره‌های جاده یه جوری بود. انگار منتظر بودن یه اشتباه بکنی و ماشینت سقوط کنه ته دره. نمیدونم چرا احساس میکردم ماشینم درست حرکت نمیکنه. اصلا مثل قبلش نبود. صدای موتور درست بود، ولی هر بار که پام رو روی گاز فشار میدادم حس میکردم ماشین انگار سنگین تر شده. انگار یه چیز سنگینی پشت سرمون نشسته باشه و وزنش رو انداخته باشه رو ماشین. تو آینه اون زن رو چک کردم. دستاش رو روی زانوش گذاشته بود. بدنش اصلا تکون نمیخورد. حتی وقتی که ماشین میافتاد تو دست اندازها انگار که سنگ شده بود. نگاهش به بیرون بود، به تاریکی مطلق. چند بار خواستم چیزی بگم و سکوت رو بشکنم، ولی هر بار که تو آینه نگاهش میکردم یه حس ترس تمام وجودم رو میگرفت. همین باعث میشد زبونم بند بیاد و سر صحبت رو باز نکنم. ضبط رو روشن کردم که مسیر برام کوتاه‌تر بشه. آهنگ مورد علاقم رو گذاشتم. لالایی بارون تو شباست. یهو صدای خشخش از ضبط ماشین بلند شد. بعدشم یه صدای زنونه خیلی ضعیف که انگار از ته چاه می اومد شروع کرد به خوندن یه چیز عجیب با لحنی که مو به تن آدم سیخ می کرد. دستمو بردم سمت دکمه ضبط، ولی قبل از اینکه لمسش کنم صداها قطع شدن. سکوت دوباره برگشت. فقط صدای موتور و نفسهای سنگین خودم بود
که توی ماشین می اومد. عرق سرد نشست رو پیشونی. سر یکی از پیچ‌ها نور چراغ‌ها افتادن رو دیواره سمت راست. یه لحظه حس کردم یه سایه تیره از کنارمون حرکت کرد. یه چیزی شبیه آدم ولی بزرگتر. مثل اینکه یه سایه داشت با ماشین ما حرکت میکرد. چند دقیقه بعد دوباره واضح‌تر تو چشم اومد. سرمو سری چرخوندم ولی چیزی ندیدم. فقط تاریکی و دره‌های بی انتها. مسافر زن یهو شروع کرد به خندیدن. یه خنده بلند و ترسناک. برگشتم سمتش ولی دهنش بسته بود. نکته عجیب این بود صدای خنده همچنان توی ماشین می اومد. ترس تمام وجودم رو گرفته بود. پام رو روی گاز فشار دادم. میخواستم زودتر برسیم. زودتر تموم بشه این شب مزخرف. ولی انگار جاده هی کش می اومد. هرچی میرفتم انگار تمومی نداشت. چراغ‌های ماشین فقط یه تیکه کوچیک رو روشن می‌کردن. اطراف ماشین همش تاریکی مطلق بود. یه دفعه داستان اون شب من عجیب‌تر شد. اون زن آروم اومد سمت گوش من و گفت آقا حبیب نگفتی بهم شما ترسیدی یا نه؟ قلبم از جا کنده شد. نمیدونستم این اسممو از کجا فهمیده. از اون گذشته صداش عوض شده بود. صداش 2 تا لحن داشت. یه لحن زنونه و یه لحن مردونه. روی هم افتاده بودن. انگار که با صحبت کردناش 2 نفر همزمان داشتن حرف می زدن. ماشین را زدم کنار و برگشتم سمت عقب. اون زن خیلی آروم چشاش رو بسته بود و انگار که خواب باشه. پیش خودم گفتم نکنه توهم زدم تو این تاریکی. این که خوابیده. به خودم دلداری دادم که مشکلی نیست و خواستم حرکت کنم. یه دفعه ضبط ماشین خود به خود روشن شد. بعد از اینکه یه مقدار صدای خشخش و نویز به گوشم رسید، یه صدای زنونه ترسناک از داخل ضبط ماشین گفت حبیب تو امشب میمیری. و بعدش دوباره با صدای وحشتناکی شروع کرد به خندیدن. دوباره بعد از چند ثانیه ضبط خود به خود خاموش شد. تعجب کردم و سری برگشتم سمت عقب. این دفعه از ترس خونم خوش شد. اون زن دقیقاً صورتش جلوی صورتم بود و با چشای قرمز نورانی و یه لبخند ترسناک داشت بهم نگاه می‌کرد. پامو محکم کوبیدم رو ترمز. ماشین با صدای جیغ لاستیک‌ها کنار جاده واسطاد. قلب من داشت از سینم میزد بیرون. دیگه شک نداشتم که این زن یه آدم نیست. اون چشای قرمز، اون صدای دوگانه، اون خنده های ترسناک لعنتی، همه چی داد میزد که با یه موجود ماورایی طرفم. دستمو بردم سمت در ولی قفل‌ها خود به خود بسته شدن. هرچی زور زدم در ماشین باز نشد. توی یه چشم به هم زدن شیشه ها پر از بخار شد. انگار اون زن با نگاهش کاری کرد که شیشه ها تماما بخار بگیره. مثل بخار شیشه تو روزهای برفی. راه فراری نداشتم. برگشتم که ازش خواهش کنم که ولم بکنه. ولی همین که برگشتم با یه ضربه محکم تو صورتم از هوش رفتم. نمیدونم چقدر بیهوش بودم ولی وقتی به خودم اومدم بیرون ماشین نشسته بودم و تموم بدنم درد میکرد. مه همه جا رو گرفته بود و بارون نم نمک شروع کرده بود به بارش. چند جای لباسم پاره شده بود و نکته عجیب این بود خبری از اون زن یا اون جن نبود دیگه. یاد حرفای قدیمی ها افتادم و رفتم یه سنجاق قفلی از توی داشبورد برداشتم و بستم به یقه لباسم. نشستم تو ماشین و خواستم برگردم تهران و برم سمت خونه. به خاطر بارش بارون و مه عجیبی که بود مجبور بودم آروم و با دقت رانندگی کنم. چند دقیقه بعد از حرکت وقتی ناخودآگاه توی آینه رو چک کردم دوباره اون برگشته بود. دقیقاً پشت سرم بود. وحشت تمام جونم رو گرفت.
دست انداخت دور گردنم و شروع کرد به فشار دادن. داشتم خفه می شدم. همون وسط جاده زدم رو ترمز و ماشین رو نگه داشتم. هرچی تقلا می کردم نمیتونستم از دستش راحت بشم. یواش یواش داشتم خفه می شدم. دست انداختم و سنجاق رو باز کردم. سنجاق رو محکم فرو کردم تو دست اون جن و قفلش رو بستم. اون جن انگار که دیوونه شده بود. فریادهای عجیبی می کشید. خودش رو می کوبید به شیشه و سقف ماشین. دیگه انگار نمیتونست بهم آسیبی بزنه. تمام فکر و ذکرش رفته بود سمت نجات خودش. محکم پام رو گذاشتم رو گاز. خواستم زودتر از اون شرایط فرار کنم. خواستم سریع برگردم سمت شهر. تو مه عجیب و لعنتی درست جلوم رو ندیدم و رفتم سمت شونه خاکی. توی شونه خاکی هم که گل بود و سر خوردم و رفتم سمت دره. لحظه آخر فقط تونستم در رو باز کنم و خودم رو از ماشین پرت کنم پایین. به کمک خدا بود که در باز شد و تونستم خودم رو نجات بدم. ماشین رو دیدم که داشت میرفت مستقیم سمت دره. چند لحظه ای نشستم و به ماشین نگاه کردم. هیچ جوره نمیتونستم بیارمش بالا. رفتم پایین. ماشین زیاد آسیب ندیده بود. یه سری وسایل و موبایلم رو برداشتم و به اون جن نگاه کردم. همچنان پشت ماشین نشسته بود. سریع برگشتم بالای دره و نشستم کنار خیابون. چند دقیقه منتظر موندم و یکی از ماشینای عبوری اومد به کمکم. تصمیم گرفتم برگردم تهران و از دوستام کمک بخوام و جرس صغیر بیارم و ماشین رو از دره بیارم بالا. دیگه شب شده بود و نتونستم برگردم. فردا صبح زود با کمک دوستم حمید برگشتیم سمت جاشرود که بتونم ماشینم رو به کمک جرس صغیر بیارم بالا. توی مسیر داستان دیشبم رو برای حمید تعریف کردم. هیچ کدوم از حرفام رو باور نکرد. اون گفت حتما توهم زدم و خودم ماشین رو انداختم تو دره. دیگه اصراری بهش نکردم. رسیدیم کنار ماشین. با کمک جرس صغیر ماشین رو آوردیم بالا. ولی نکته عجیب داستانم این بود. یه روسری زنونه رو صندلی عقب ماشینم بود. این روسری نشون میداد که داستان دیشب من کاملا واقعی بود و من توهم نزدم. خب دوستان، به آخر داستان رسیدیم. به نظر شما داستان حبیب قصه ما واقعی بوده یا شما مثل حمید اعتقاد دارید که توهم زده و خودش ماشین رو انداخته تو دره؟ لطفاً نظرتون رو با کمال احترام تو بخش نظرات بنویسید. ممنونم از شما. خب دوستان عزیز، به آخر ویدیو رسیدیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. نظری، انتقادی، پیشنهادی اگر از من داشتید حتما تو بخش کامنت ها بنویسید. همه رو میخونم. اگر هنوز کانال 1001 شب رو سابسکرایب نکردید خیلی خوشحال میشم این کارو انجام بدید. این کارتون به من انرژی و انگیزه بیشتری میده واسه ادامه کار. بازم ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو داستان بعدی، خدا نگهدارتون.